بذار یه چیزی رو همین اول صاف و پوستکنده بگم. اگه دنبال خرید ماشین هستی و دو دل موندی بین کویک و 206، این ویدیو رو از دست نده. میخوای بدونی کدومش بیشتر بهت میاد؟ کدومش اقتصادی تره؟ یا حتی دافخور کدومش بیشتره؟ من همه اینا رو بدون پرده بهت میگم. پس بشین یه چای بریز، چون قراره بدون هیچ تعارفی و هیچ گونه سانسوری مقایسه کنیم. اینا کیا هستن اصلا؟ خب اول با ریش سفید این دعوا شروع کنیم. پژو 206، یه ماشین فرانسوی که تو دهه 80 مهمون خیابونای ما شد. جمع و جور، خوش فرم، با یه موتور 1600 که ته شتاب بوده. مردم عاشق رخش بودن. تو دوران خودش زیباترین ماشین سال اروپا بوده. یه جورایی شده بود ماشین جوونای دهه 60. حالا بریم سراغ رقیبش، کویک. جوونتر و تازه نفس، محصول ایران، سایپا. طراحی مدرن‌تر، ظاهر اسپورت‌تر، امکانات بیشتر نسبت به 206. موتور 1500 سی سی داره که شاید از نظر قدرت به 206 تیپ 5 نرسه و مصرف سوختش هم بیشتر از 206 تیپ 5 باشه. ولی کویک نسخه دنده اتومات هم داره. فقط یه چیزی رو همین اول بهتون بگم. 206 تیپ‌های مختلفی داره، مثل تیپ 2، تیپ 5، حتی مدل V8 که همشون یه فرقایی تو آپشن و موتور دارن. کویک هم کویک ساده، کویک آر، کویک اس، جیکس آر، حتی مدل‌های اتومات داره. ما تو این ویدیو قراره یه نگاه کلی بندازیم به نماینده‌های معمول و پرطرفدار این دوتا، یعنی تیپ 5 206 و کویک اس که حسابی این روزا توی بازارن. البته کویک اس با کویک معمولی و کویک آر تفاوت چندانی نداره، فقط جلو پنجره‌اش یکم متفاوته و یه سری ممکنه آپشن‌های جدیدی تو نسخه‌های جدید بهش اضافه شده باشه. پس اگه مدل خاصی مد نظرتونه، حواستون باشه یه کوچولو فرق دارن. کدومش خوشگل تره واقعا؟ از لحاظ ظاهر 206 یه طراحی کلاسیک داره. دماغه تیز، چراغای کشیده، بدنه جمع و جور. هنوزم خیلیا با دیدنش ذوق میکنن. ولی خب طراحیش بروز نیست. دیگه نمیتونه بگه من ماشین امروزیم. کویک ظاهرش اسپورت تره. گلگیرای باد کرده، چراغای تیزتر و اگه مدل آر باشه، سقف و آینه ها رنگ متمایزی از بدنه میشن یا قرمز میشن که حس دو رنگ بودن میده. یه جورایی برای کسی که میخواد ماشینش دیده بشه، کویک یه قدم جلوتره. اما دافخور واقعی این وسط کیه؟ بریم سر اصل مطلب. اون چیزی که خیلی‌ها میخوان بدونن ولی روشون نمیشه بپرسن. اگه بخوای یه ماشین بخری که وقتی میری پارک کنی همه یه نگاه بندازن، کدومش تو چش داره؟ از یه طرف 206 اون حس نوستالژی تو رو داره. خیلی‌ها هنوز عاشق اون فرم بدنشن. از طرف دیگه کویک با ظاهر تیز و رنگ‌های دوگانش، مخصوصا تو مدل R و S، یه جور حس من باحالم رو میفرسته به اطراف. ولی راستش رو بخوای تو دافخور بودن خیلی چیزا بستگی به وضعیت خودت داره.